یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. به نام خداوندی مهربان. سلام گل‌های زیبا، حالتان چطور است؟ سری حال و شاد و پر انرژی هستید؟ خب الحمدلله. از خدا میخواهم که همیشه همین طور خوب و خوش و سلامت باشید. سلام دوستانی خوبم. حالتان چطور است؟ امیدوارم هیچ یک از شما ناراحت و غمگین نباشد. خب مهینه جان، شما چطوری؟ منم خوبم، اما فقط کمی ناراحتم. چرا مهینه جان؟ از چی ناراحت و غمگین هستی؟ آخر روز گذشته برایم یک واقعه اتفاق افتاد که خیلی دلم را شکست. خدا نکند مگر چی شد؟ راستش دیروز من و دوگانه‌ام رفتیم به پارک نزدیک خانه‌مان. در آنجا بازی می‌کردیم که یک دخترک دیگر همراه مادرش به بستان آمدند. خب این که خیلی خوب است. بله، ما هم اول خیلی خرسند شدیم و تصمیم گرفتیم که با او دوست شویم. آن دختر شرف زیبایی به گردنش انداخته بود. دوگانه‌ام خیلی از شرف او خوشش آمده بود. برای همین رفتیم پیش آنها و با صدای رسا سلام دادیم. اما آنها فقط به ما نگاه کرده و جواب سلام ما را نداده رویشان را برگرداندند. وای چی کاری بی‌ادبانه ای. من گفتم شاید صدای ما را نشنیدند. اما وقتی دوگانه‌ام گفت چی شرف زیبایی داری؟ دخترک با ناز و ادا دستی به شرفش کشید و همین که دوگانه‌ام پرسید آن را از کجا خریده ای؟ مادرش با ناپسندی به ما نگاه کرد و به دخترش گفت مان آنها را، لازم نیست پاسخشان را دهی. چه حرفی بده. بعد آنها به خودشان فخر کرده از پیش ما رفتند. چه رفتارهای متکبرانه. چی؟ متکبرانه؟ بله، وقتی کسی خودش را از دیگران برتر می‌بیند و با دیگران هر طوری که دلش خواست برخورد و رفتار می‌کند، می‌گویند او دچار غرور و تکبر شده است. برای همین من و دوگانه‌ام خیلی ناراحت شدیم و دلمان از رفتار آن مادر و دختر خیلی رنجید. آخه چی میشد پاسخ ما را دهند؟ بله، براستی که مغرور بودن و تکبر داشتن خیلی بد و زشت است. این خیل آدم ها همیشه و در همه زمان ها بودند و هستند. و هر کسی که مغرور باشد یعنی که از دوستان و یاران شیطان است. چرا که خداوند آدم های مغرور را دوست نمی دارد. من اصلا نمیخوام از دوستان شیطان باشم. آفرین دختری زیرک و باهوش. خداوند هم در کتاب آسمانی ما مسلمانان یعنی کتاب قرآن درباره این خیل آدم‌های مغرور و متکبر می‌فرماید ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. یعنی متکبرانه روی از مردم برمگردان و در زمین با ناز و غرور راه مرو. همانا خداوند هیچ خودپسندی فخر فروش را دوست ندارد. وای نه، چقدر بد.
حالا که بیشتر دانستم و خودم هم از رفتار مغرورانه خیلی ناراحت شدم، سعی میکنم که هرگز با دوستان و اطرافیانم با غرور و تکبر رفتار نکنم و دل کسی را نرنجانم. 100 بارکالله به شما دختری مهربان و فهمیده. خب فکر میکنم اکنون دیگر ناراحت و غمگین نیستی. درست گفتم؟ بله، حالا که کمی با شما و دوستان خوبه که صدای ما را میشنوند صحبت کردم، حالم خیلی بهتر شد. الحمدلله والشکر لله، الحمدلله والشکر لله، ازكى صلاتي وسلامي على رسول الله، ازكى صلاتي وسلامي على رسول الله. الحمدلله والشکر لله، الحمدلله والشکر لله، ازكى صلاتي وسلامي على رسول الله، ازكى صلاتي. نهینا جان گوش کن، صدای باران است. فکر میکنم باران قشنگی باشد. میشود با هم رویم زیر باران قدم زنیم؟ بله البته، اما پیش از آن باید ابتدا با دوستانی در خانه خداحافظی کنیم. دوستان خوبم، همراهان همیشگی برنامه، از اینکه بار دیگر با شما بودیم و شما حال خوبتان را با ما تقسیم کردید خیلی متشکریم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ. خداوند را به خاطر تمام نعمتهایش، خصوصا این بارانی دلانگیز، شکرگزاریم. دوستان خوبی در خانه، بله خود شما که دلتان مانند همین باران صاف و زلال است. امیدوارم ما را از دعاهای نیکتان فراموش نکنید. مواظب خودتان باشید تا برنامه و یک آیه و یک داستان دیگر در پناه خدا شاداب و سلامت باشید.